سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد غذاهای لرستان صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. کباب بروجردی، آتش، سردست گوسفند، پیاز، نمک، فلفل و جوش شیرینه. آش گوشت بیشتر مال خرم‌آبادش برنج، گوشت و پیازه. آش ترخینه، این آش ثبت ملی بروجرده. موادش پیاز، اسفناج، تره، گیشنیز، جعفری، شوید، عدس، نعنا، نمک، فلفل، زردچوبه، نعنا داغ و پیاز داغه. آش ورکوبا، آش خیلی مقویه و از سبزی ورکوبا درست میشه. آش برتله، موادش شیر، گندم و نمکه. آش شعله ماش، موادش لوبیا چیتی، برنج، عدس، نعنا، پیاز، آب گوشت، ماست، زعفران، نعنا داغ، نمک و ادویه است. آش بادمجان، موادش گوشت، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، نخود، بلغور، گندم، پیاز، سیر، نعنا خشک و بادمجانه. آش پرشکر، موادش آرد، عدس، اسفناج، سبزی و پیاز داغه. سوقدو، موادش برنج، آلو بخارا، گردو، روغن، آب، ادویه، شکمبه و ادویه است. جگرروز، موادش جگر، لیمو، نمک و گوجه است. رشد سیب درختی، مواد سیب درختی، سرکه، نشاسته ذرت، گوشت ران گوسفند، پیاز داغ، شیره انگور و ادویه است. گول ریزه، موادش گول ریزه برنج، آرد گندم، سیب زمینی، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک و فلفله. شامی کوکو فرقی با شامی های معمولی نداره، فقط مواد به کار رفته در سس آن فرق میکنه که از رب انار استفاده میشه. آش کلونک از آش‌هایی است که در فصل بهار از نوع گیاه خودرو به دست میاد. دلمه برگ ماه فرق با دلمه‌های دیگه نداره، فقط 3 مواد باقالا، ماست و روغن حیوانی به آن اضافه میشه. چزنگ رغو از نان فطیر و روغن حیوانی درست میشه. پروت کلیه ترش، موادش گوشت گوسفندی، سیب زمینی، رب انار، پیاز، نمک، زردچوبه و فلفله. کوفته نخودچی همش به کوفته دیگر خیلی فرق میکنه. موادش گوشت چرخ کرده، آرد نخودچی، پیاز، روغن، زعفران، شکر، گیشنیز، نمک، فلفل و زردچوبه است. خورشت قلیه ترش یا قلیه لری، موادش گوشت یا مرغ، سیب زمینی، شیره تمر هندی، پیاز، روغن، نمک و فلفله. آبگوشت دوگوله دودار یا آبگوشت کشک لری، موادش گوشت، نخود، لوبیا، بادمجان، پیاز سرخ شده، سیر، کشک، نعنا داغ، ادویه و روغنه. دونورو یا آش دندانی، موادش نخود، لوبیا، عدس، باقالا، گندم و نمکه. دوستان مرسی تا اینجا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.